بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه بیننده های عزیز. جناب استاد، سوال داشتم این که مرگ بعضا شنیدیم میگن دو نوع است یا انواع بیشتر داره. یکی مرگ مطلق است، نمیفهم مرگ دیگر چی نوع است. مثلا بعضی ها میگه اگر در فلان جای نمی بودم، فلان جای یا در فلان جنگ نمی رفتم، کشته نمی شدم یا نمیشد، یا انواع دیگر از این گپا است. یک موضوعی بود سوال اول. و سوال دومی که استاد، بعضی ها هستن زیاد تلاش میکنن، زیاد زحمت میکشن، کار میکنن، تحصیل میکنن، اما روزگارشان به موی اصطلاح عام خوب نمیشه. این موضوع تقدیر است یا مهارت از اینا است، تلاش از اینا است؟ مثلا دو استاد است، یک استاد است در دانشگاه یا پوانتون 100,000 افغانی معاش داره، یک استاد دیگه تلاش هم کرده 10 سال زحمت هم کشیده، خیلی تلاش هم ممکن از او کرده بکنه اما از 30,000 20,000 معاش بالا نمیره. تشکر استاد. موفق باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت از اینکه شما مثال آوردین که دو استاد است، مثلا یکیش 20,000 میگیره و یکی دیگهش مثلا در 1 لک روپیه برای شاهد میشه. یک دکتر است، خصوصا دکترها خوب مثال داره. یک دکتر است که هیچ چیز نداره، مراجعین نداره، بیچاره کرای از معاینه خانه‌اش هم سرش چپ میشه و یکی دیگه است که بیخی سرش مردم یک هفته پیش نوبت میگیره. این برمیگرده به مو حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله که رسول الله صلی الله علیه و آله که ان الله یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که الله دوست داره که شما هر کار میکنین در او کارتان خوب خودم ماهر بسازین، خوب اتقان داشته باشین. مثلا وقتی که من یک استاد هستم، اگر در رشته خود خوب برسانم، خود به خود من در رشته خود کامیاب هستم. یعنی در قرن گذشته میگفتن که انسان قرن گذشته انسانی بود که خودش میرفت در یک جای برای کار عریضه میداد. انسان قرن امروزی کسی است که کار پشت خانهش میه. اینال چرا یک کسی خودش عریضه میده و یک کسی دیگه کار پشت خانهش میه؟ این کسی که عریضه میده به خاطر ازی که این در جریان درس خود ولو که استاد هم شده صحیح درس نخونده، ولو که دکتر هم شده، یگان سوالا رو که از پیش پرسان بکنی بگی مریضی چطور است، میگه والا امروز که مریضی بود ما غیر حاضر بودم در صنف نرفته بودم. متوجه هستی؟ اما اگر امی دکتر یا امی استاد یا امی کسی که در رشته خود است اگر مهارت خوب داشته باشه، خود به خود بر از اون رزقش زیاد شده میره. مثلا یک انجینیر است 4 منزل آباد کردن نمیتونه، اما یک انجینیر دیگه است مثلا یک 100 منزله را سرش کار میکنه. اینال وام انجینیر است یا انجینیر است، اونو که سر 100 منزله کار میکنه بر از اون میلیون دلار میه، اما دیگه 4 منزله نمیتونه. حالا اینجا مسئله تقدیر نشد. چرا؟ من پیشتر هم گفتم که در تقدیر انسان عقل است، در تقدیر انسان علم است، در تقدیر انسان حس است. وقتی که انسان از علم خود استفاده میکنه، از حس خود استفاده میکنه، از عقل خود استفاده میکنه، از قرآن استفاده میکنه، از سنت های رسول الله هم استفاده میکنه، این در حقیقت از تقدیر خود استفاده کرده. من چرا ناکام هستم؟ یک کسی مرا میگه والا تو ناکام هستی به خاطر که در تقدیر تو ناکامی هست. من چی خبر دارم که در تقدیر من ناکامی هست؟ اما اگر ما بخوایم که تقسیم اوقات خوب برای درس خود داشته باشم، من ناکام نیستم، اول نمره هستم. پس اینال بسیاری کسا تقدیر نمیفهمن. امی که در تقدیر تو چشم رفته از چشمت استفاده نمیکنی، مخالف تقدیر است یا نیست؟ چخوری هست میری خدا بزرگ در چخوری میپرتی، در بلند منزل هستی عقلت برات میگه خدا نپرتی، اگه پرتی کشته میشی. تو میری خدا از بالا میپرتی میگه نه والا تو باش ما ببینیم که اجل ما چه قسم است یا آمدگی. الله تو رو میگه که تو از اجل چی خبر داشتی، که اجل تو چه وقت است، ولی تو عقل داشتی. الله برات گفته بود که خدا خودکشی نکن، از بالا از در منزله نپرتو. تو خیسی خود رفتی خدا از در منزله پایین انداختی و تجربه میکنی در چیزی که هر کسی که از در منزله بفته او را که گوشت کام پرسان کنی بگی انسان خود از در منزله پرت چی میشه، تکه میشه و از بین میره. این حال نباید انسان کاری بکنه که او مخالف چی است، مخالف آن چی که تقدیری که به چشم خود میبینه. یعنی وقتی که الله در تقدیر ما چشم داده، ما باید از چشم خود استفاده بکنم. و وقتی که من از چشم خود استفاده مثبت میکنم، از تقدیر خود استفاده مثبت کردیم. وقتی که الله برای ما عقل داده، از عقل خود استفاده میکنم، از تقدیر خود استفاده کردیم. الله برای ما علم داده، وقتی که من مطابق علم از علم خود استفاده میکنم، از تقدیر خود استفاده کردیم. میمونه مسئله چیزی تقدیر بخش دومش تقدیر غیبی است که او برای ما تو معلوم نیست، او مربوط غیب است. مثلا عمر تو چند سال است نمیفهمی، هیچ دی مداخله نکو. اگر دی مداخله بکنی نتیجه نمیده، به خاطر از اینکه معلوم نیست. میشه که عمرت 60 سال باشه، 70 سال باشه، 80 سال باشه، تو چی خبر داری؟ اما خبر نداری که مرگت چه وقت است. از این خاطر بر خودت جور نکن که والا چی هست.
ما عمرم امیال ختم میشه. خب امیال برو خدا زیر موتر پرتو تو باش اگر ما معلوم شود که تقدیر ما چطور است. اینمی حرام است، این کار ناروا هست، این مخالف تقدیر است. الله تو رو پرسان میگم چرا خود زیر موتر انداختی؟ آیا تو خبر داشتی که مرگ تو این وقت هستن؟ این دیگه پس و دیگه ای که مثلا اگر من این کار نمیکردم این کار نمیشد، اینمی خودش ناروا هست. انسان تدابیر خود میگیره، در عالم اسباب استفاده میکنه، اما اگر یک حالت آمد مرگ انسان به مثلا اگر ما و شما میاد در این هستیم یک دفعه میگه انفجار میشه کل ما میموریم دیگه. خب این معنا نیست که اگر من اینجا نمیرفتم نمیمردم. بسیاری کسا عمل در بین خانه خود است میمورن. بسیاری کسا مثلا در اروپا مرگ نیست، در امریکا مرگ نیست. خدا کل دنیا هر جا که بری الله متعال میگه که قل یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اگر در قصرهای بسیار قوی که زیر پوش هم زیر هم داشته باشد و زندگی بکنین وقت مرگتان آمد مرگتان میه. اما شما از مرگتان خبر نیستین، بعد از خود در دامان مرگ نپرتین، بلکه از عقلت، از علمت، از دانشت، از حکم الله، از حکم رسولش استفاده بکن، زندگی نرمال داشته باش. موفق باشین.